سلام بچه ها، چطورین؟ امروز اومدیم پک اکسلیا که تقویت کننده موژه و ابروه یا حالا جایی که ریزش کرده برای کسایی که شیمی درمانی کردن یا اکستنشن انجام دادن میتونن استفاده کنن. من خودم اولین بار میخوام استفاده کنم از این محصول، ببینم که چطوره. داخل خودش اپلیکاتور داره با یه محلول که روش نوشته بعد از 1 ماه که در این محلول باز کنیم باید بندازینش دیگه، گرچه داخل این 1 ماه تموم میشه خودش. روش هم نوشته که هر بار از هر اپلیکاتوری استفاده میکنین دیگه واسه همون یه باره، بقیه‌اش رو دیگه باید اون یکی رو بندازی دور، از بقیه‌اش استفاده کنی واسه سریای جدید. بچه اگر هم یه روز دیگه نخواستین از این محلول داروخونه استفاده کنین، حتما چیزای عطاری و گیاهی استفاده کنین که باعث نشه که مثل حالت اولیه و روز اول موژه هاتون بشه. یکم اپلیکاتور آغشته میکنیم، بعد روی بن موژه‌مون میکشیم پشت چشم، ولی حواستون باشه که توی چشم نره. بچه اگرم حساسیت، خارش یا سوزش پیدا کردین تا 1-2 روز استفاده نکنید و پیش دکتر برین حتما. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.